زمین این یک کره شکل می‌باشد که در گرد سیاره آفتاب دور می‌زند. در یک سال یک مرتبه در گرد آفتاب دور می‌زند. ولی در 24 ساعت در گرد محور خود یک بار دور می‌زند که در این وقت مثال شب و روز به عمل میاد. این یک از سیاره در این 9 سیاره هست در گرد آفتاب دور می‌زند. با فکر من که شکل زمین کره شکل می باشد و زمین در گرد محور خود دور میزند. سبب زمین جنبی این می باشد که کره ها یا که سیاره ها با هم بر میخورند. فیل از پایین است، بعد با موی قطار ما است. قطار ما است وقتی که زمین که جنبید همش یکسان می جنبید. با شکل زمین هم چطور است شکل زمین؟ شکل زمین هموار است. باگر که جواب دادن نمیتونم بگم چی. شکل زمین و دایره شکل است. خوب برای چی شب و روز می شود؟ برای آنکه مثال آفتاب وقتی که همون زمین دور میزنه آفتاب دور میشه. گرد شکل است. بخاطر که او در سیاره خود دور میزند زمین. یعنی که سیستم آفتابی در حال قریب که یک سیاره دارد. دو سیاره این که قریب که زمین هم با داخل ما داخل میشه. نه. ماش زمین است. من کره وقتی که زمین تو میخوره آفتاب در یک جس دیگه. آفتاب در گرد زمین تو میخوره یا زمین در گرد؟ آفتاب در گرد زمین تو میخوره در 24 ساعت وقت.